پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند 3 کس وارد بهشت نمیشد. یک، مدمن الخمر، کسی که دائما شرابخور هست. 2، نافرمان پدر و مادر، کسی که آزار میده و نافرمانی پدر و مادرش میکند. و 3، دیوس. صحابه دیوس نمیشناختند. سوال کردند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دیوس کیست؟ گفت کسی که نسبت به ناموسش بی توجه هست. دخترش کجا میرد خبر نداره، خواهرش کجا میرد خبر نداره، مادرش کجا میرد خبر ندارد. نسبت به ناموسش بی توجه است، احساس مسئولیت نمی کند. پس ببینید 3 مسئله خیلی خطرناک. مدمن الخمر، شرابخور دائمی، یعنی یکی از جمله گناهان کبیره که سبب از هم پاشیدن نظام خانوادگی میشد و جامعه را به طرف فساد کش میکنه و سبب از هم پاشیدگی اتحاد و دوستی و مودت و محبت در بین جامعه میشه، ایره از بین میبره. شراب نوشی هست. چه تعداد جوانای ما در این مصیبت گرفتار هستند. هنوز فرصت توبه داریم، هنوز فرصت بازگشت صادقانه به الله سبحانه و تعالی را داریم. دومین گناهی که اکثریت مردم متوجهش نیست، نافرمانی پدر و مادر، بی احترامی و توهین به پدر و مادر، عیبجویی پدر و مادر، در برابر پدر و مادر با صدای بلند صحبت کردن و بی ادبی کردن و گستاخی کردن، این از جمله گناهان کبیره است و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث این از جمله اکبر الکبائر میگه. الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا میگه شما را خبر نکنم از بزرگترین گناهان کبیره؟ یکیش اینمی است که کسی پدر و مادر خودش آزار میداد. پس برادر و خواهر مسلمانم، شما از خودتان سوال بکنین آیا پدر و مادر شما از شما راضی هستند؟ و سومین کسی که بر بالای دروازه بهشت نوشته شده که من بر 3 کسی حرامم و 3 کسی داخل بهشت نمیشه، دیوس هست. من و تو در برابر خانواده خود احساس مسئولیت میکنیم؟ از لباس و از رفتار و از گفتار خواهر خود و دختر خود و خانم خود باخبر هستیم؟ چقدر مردم هایی که امروز خواهرشان طلاق شده و دخترشان طلاق شده، به خاطر چی؟ به خاطر که داماد خوبی را، شوهر خوبی را برای دخترشان انتخاب نکردند. او طلاق شده ولی بازم پدرش بی توجه است، بازم برادرش بی توجه است. بارها شوهر اون زن شکایت داره، زن شکایت داره، زنگ میزنن شکایت دارن، از شوهر شکایت داره که به الله توهین میکنه، به پیامبر توهین میکنه، به اسلام توهین میکنه، نکاح در بینشان از بین میره، ولی بازم پدر و برادرش میگه که نه امرای زندگی بکن، ما عزت و آبروی خود نمیبریم. تو چه رقم پدر هستی؟ این زنی که شوهرش به الله توهین میکنه، به پیامبر توهین میکنه، به قرآن توهین میکنه، به اسلام توهین میکنه، این مرد از دایره دین خارج شده. و اگر تو به این عقیده هستی که نه زندگیتون ادامه بدین که عزت و آبروی ما نرود، تو هم از جمله دیوسا هستی را متوجه باش. پس بین احساس مسئولیت بکنیم، از اسلام عزیز خود و از دین خود آگاهی پیدا بکنیم، در برابر دختران خود و در برابر خواهران خود و در برابر خانم خود احساس مسئولیت بکنیم. چی حقوق دختر ما برگردن ما داره، چی حقوق خواهر ما برگردن ما داره، چی حقوق خانم ما برگردن ما دارد و حقوق در ادای اون حقوق کوشش بکنیم و ادای احترام بکنیم برای طرفین، برای هر دو طرف، برای هر 3 طرف، هم به دختران خود، هم به خواهر خود، هم به خانم خود و به هر زنی که در خانه ما هست، یا خواهر ما هست، یا مادر ما هست، یا خانم ما هست، یا دختر ما هست. اینا هم مثل انسان‌های مرد دیگه قابل احترام هستند و در اسلام از حقوق و جایگاهی برخوردار هستند. هر زمانی که در برابر اینا احساس مسئولیت کردیم و مطابق دین براشون برنامه‌ریزی کردیم که بله دین برای ما اینی چیز دستور میداد، حقوق خواهرم اینی چیز است، اینی حقوقت. چقدر برادرها وقتی که در زندگی مشترکشان جدا میشن حقوق خواهراشون در مال پدر نمیدن. تو انسان حرامخوری هستی را متوجه باش. برای خواهرت بگو خواهرم در مال پدر تو هم سهم داری. اون حقوق را که دخترت برگردن تو داره، من حیث یک مسلمان در برابر حقوق دخترت هم احساس مسئولیت بکو. دخترت هم بنده الله است. چقدر مردمای وقتی که 2 3 تا 4 تا 5 تا دختر در خانهشون پیدا میشه نسبت به داشتن دختر زیاد احساس شرمندگی میکنه یا ناراض هستن. این فرق بین تو، فرق بین مشرکین مکه چی شد؟ مشرکین مکه وقتی که دخترها زیاد میشدن ناراحت میشدن. این یک فضل از جانب الله است. چرا داشتن 2 3 تا 4 تا دختر تو برای خودت عیب و ننگ میدانی و او را برای خودت ناراحت میشی وقتی که خانمت مثلا 4میش یا 5میش یا 6میش دوباره دختر تولد میشه؟ چرا با خانم دشمنی میگیری؟ به این خاطر است که تو از دین آگاهی نداری. پس هر انسان مسلمان باید آگاهی دینی پیدا بکند. اینمی آگاهی دینی ما و عمل کردن به دین سبب نجات ما میشه. الله فهم درست دین نصیب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.